امروز میخوام برات یه چلو مرغ خوشمزه درست بکنم، یه غذای جدید. غذای امروزمون فقط 3 تا ماده اصلی و یه مقدار ادویه داره، ولی طعمش محشره. به روش تمیز کردن این ستری مرغ و خرد کردنش خیلی دقت کنید، چون تو هم طعم و تو هم شکل غذامون خیلی تاثیر داره. یه قاشق غذاخوری زعفرون. حسابی زیروش کنید تا کاملا رنگ زعفرون به همه جای مرغتون بشینه. یه مقدار نمک، هر چقدر که براتون مناسبه، شور نشه، فقط میخوایم مزه بگیره. حالا یه قاشق چایخوری پودر سیر، 1/3 چایخوری فلفل قرمز، نصف چایخوری هم پاپریکا. یه نکته خیلی مهم برای مزه‌دار شدن، روغن آخرین بخش کار هستش. اگه الان بهش روغن رو بزنیم، ادویه‌ها به خورد گوشتمون نمیرن. وقتی ادویه‌هاتون رو زدید، طعم رو بهش اضافه کردید، آخرین مرحله است بهش روغن اضافه میکنید. اینو فراموش نکنید. حالا بهش 2 قاشق غذاخوری تا 3 قاشق روغن مایع اضافه میکنیم. یه تاوه بردارید، ترجیحاً نچسب باشه، تفلون. یاد شدن که خیلی بهتره. بذارید کاملا داغ بشه. تا این داغ شه میرم سراغ گوجه ها. گوجه ها رو پوست بگیرید. برای یه سرخ کنیم دیگه داخل تاوتون روغن اصلا اضافه نکنید. خودش به اندازه کافی روغن داره. با روغن خیلی کم، با روغنی که بهش اضافه کردیم قرار سرخ بشه. یه طرفش که سرخ شد، برگردید مرغا رو بر طرف دومش. محض اینکه برگردوندید، این پیازها رو بریزید روش. فعلا هم نمیزنیم، فقط میریزیم روش تا بخار پیازها به خود مرغ برگرده. خب حالا گوجه رو اضافه کنید. سس هالاپینوی قرمز، ادویه جوجه کباب، یه قاشق غذاخوری، نصف قاشق چایخوری نمک، 1/2 چایخوری پودر قوره، 1/2 چایخوری پودر سیر. آخرین موادی که اضافه میکنم زرشک هستش. من زرشکمو کاملا تمیز کردم، خیسش نکردم دیگه. شما دوست داشتید زرشکتون رو خیس هم بکنید. یه 5 دقیقه که به همین منوال سرخ شدن، حالا زیر روشون میکنیم، همشون میزنیم، بعد درشون میذاریم، اجازه پخ بدیم تا وقتی که به سس بیفته گوجه فرنگیمون. وقتی گوجه به سس افتاد، غذاتون آماده است.
طعم مرغ و زرشک و ادویه جوجه کباب و پیاز و ادویه که بهش زدیم گرد قورهه یه طعم خیلی خاص ترشی بهش داده که واقعا باید بخورید تا بفهمید چه مزه‌ای رو درست کردیم امروز. دوستتون دارم. تا آموزش بعد. خداحافظ.